تاریخ اوکراین. اگر که ما بخواهیم درباره تاریخ اوکراین گفته گذاریم، اوکراین در سال 822 یعنی در عصر نهم میلادی تأسیس یافته است با نام روسی کیفی. اما روس‌ها این را قبول ندارند. آنها میگویند این جزء از تاریخ روسیه است. در دوره‌های تاریخی اوکراین جزء از خاک روسیه بوده است، چون که روسیه قدرتمندتر بوده است. همین خیل در دوره شوروی هم. در دوره اتحاد شوروی یکی از سرزمین‌های بهترین این اوکراین به حساب می رفت. بیشتر سلاح‌های اتمی شوروی در این کشور در اوکراین بود. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی روس‌ها بسیار ناراحت بودند، چون که اتم‌ها در اوکراین بود. روس‌ها با آمریکایی‌ها میانجیگری کرده اوکراین را خلع سلاح کردند و گفتند در هر حالت اگر لازم شود تو را حمایه میکنیم. همین طور یک کشور اتمی خلع سلاح گردید و به یک کشور عادی اروپای شرقی تبدیل یافت. سال 2014 بود که روس‌ها به کریم حمله کردند. آنها دعوا داشتند که این خاک روسیه بزرگ است. در دوره حکمرانی خروشچوف این منطقه را مال اوکراین گفته بودند، زیرا خود او در اوکراین بزرگ شده بود. با همین روس‌ها کریم را از اوکراین گرفتند. اختلاف‌های آنها از همین جا خیلی بالا رفت. امروز هم دوام دارد. نباشد هم روس‌ها و هم اوکراینی‌ها سلاویان‌ها به حساب می‌روند. گذشتگان آنها یکند، سلاویان‌ها.